کتاب نوی علومون دانشگاه پروفسور نظیرجان ترسونوف و جورابک اسماعیلینوف تاریخ اونجی و جماعت آن به نشر رسید. به این مناسبت در جماعت دهات اونجی ناهی باباجان غفوروف معرفی کتاب با اشتراک اهل زیای جماعت برگزار گردید. با تشبث ریاست علم و اینواسیون دانشگاه دولتی حقوق بیزنس و سیاست تاجیکستان در جماعت دهاتی اونجی رونمایی کتاب علومون دانشگاه پروفسور نظیرجان ترسونوف و جورابک اسماعیلینوف تاریخ اونجی و جماعت آن برگزار گردید. محفل را در حضور بیشتر از 100 نفر اهل زیای جماعت رئیس جماعت مجیدوف عبداللطیف افتتاح بخشید. او گفت که باعث خرسندی است که درباره دهه ما علومان نامور تاجیک استادان دانشگاه دولتی حقوق بیزنس و سیاست تاجیکستان پروفسور نظیرجان ترسونوف و دوسنت جورابک اسماعیلینوف یک کتابی از نظر علمی بلند انشا نمودند. سپس نظیرجان ترسونوف اوید به تاریخ نگارش کتاب سرچشمه‌های آن ارزش فکت و سندهای تاریخی اظهار نظر نموده ذکر کرد که این کار در پرتو سپارش و دستورات سرور دولت اوید به مسئله خویشتن‌شناسی انشا گردیده است. نامزد علم‌های تاریخ مدیر کافدره تاریخ خلق تاجیک جورابک اسماعیلینوف در معروضه خود ذکر نمود که در برابر سرچشمه‌های پراعتماد علمی ما هنگام نوشتن اثر به اشخاص کهنسالی که تاریخ را از دهم به دهم تا امروز کشانده‌اند نیز مراجعه نمودیم که آن نتیجه‌های نظر است داد. سردار ریاست علم و اینواسیون دانشگاه سید عمران سعیدов اوید به تشبث دانشگاه در مورد برگزاری محفل‌های علمی در شهر و ناحیه‌ها و پرزور نمودن همکاری‌ها در این سمت سخن کرد. او گفت که کتاب مذکور میتواند معیار به نگارندگان کتاب اوید به تاریخ محل‌ها باشد. همزمان پیشنهاد کرد که در مکتب‌ها گذرانیدن دیسپوت و محفل‌ها اوید به این کتاب عینی مطلب خواهد بود. حاضرین به سوال‌های زیادی خود جواب گرفتند.